همه فریاد بزنیم. مادرشون هم جانباز راه کربلا هستن. شهید این که کجا کمک؟ ما داریم برای وطن خودمون تلاش میکنیم. چه کاری که داری کمک ما میکنی؟ چرا بچه‌ها ما رو به اذانشون دی الان؟ اگه کمک میکنن پس چرا بچه مگه شما بچه 6 ساله چیکار کرده که داریم الان این چه کمکیه؟ ما چه نیازی به داشتیم زندگیمون رو میکردیم. ما که میدونیم راهمون حقه ولی غلط کرده این آمریکا، غلط کرده اسرائیل که میگه کمک لعنت بهش. ساعت 2 بود، آخرین نفر به من زنگ زدن گفتن که میام فلان ساعت میام خونه. ساعت 2:20 صدا اومد، من رفتم دم پنجره دیدم یه قسمت هایی رو زدن. هرچی زنگ زدم به همسرم در دسترس نبودن. ناچار رفتم محل کارشون دیدم کامل ساختمون تخریب شده. همسر من باشه سر کار بودن، آقا نظامی بودن، ساختمون رو زدن ولی 2 تا ساختمون اطراف و مغازه ها که مسکونی بود همه اونا هم تخریب شده بودن، همشون بلا استثنا مجروح شده بودن و رهگذرایی هم که رد شده بودن هم شهید شده بودن هم ماشیناشون کامل تخریب شده بود. خیلی هاشون کلا مفقود الاثر شدن. هر وقت آتش بس شه خون شهدای ما قشنگ پایمال شده و به نظرم آتش بس یعنی بی‌حرمتی به این همه شهدا و واقعا تا تهش باید ادامه داد بشه. این نائب برحقش امام سید مشتبه